aya, an farishta uchib yuribdi. Aya farishta. Ana osmonda. Voy, aya. Aya. Voy, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Voy. Ashhadu an la ilaha illalloh rasululloh. Voy. اینک فرصتی خوب برای همه شما. پیشنهادی که ما برای شما رکلام میکنیم، چه خال برای تلفن ها، جای نماز و قرآن کریم، تسبیح و عرقچین و داروهای گیاهی که برای برآوردن ریش، برای فربه شوی، خراب شوی یا اینکه دور شدن از دیگر بیماری ها، یا اینکه مرد و زن های میخوان برای خودشان خوشبو کننده ها یعنی دخی ها خریداری کنند با نرخ ارزان و خوب. مرحمت به همین رقم های در اکرام بوده واتساپ پیوست است. از نام شبکه قربان عمر سلام میگین. با شما با نرخ خوب و با نرخ ارزان دسترس کرده میدهند. با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و خواهران مهربان، از همه شما خواهشم می‌کنم که در زیر ویدیو لایک کنید تا که دیگران هم باخبر شوند. البته که نواری که شما در اول دیدید، این نوار از یکی از زنهایی که از جمهوری ازبکستان هستند و در حج عمره نوار کردن و در آنجا این ریال نیست، مقصد حقیقت یگان جایی فند و فریب یا مانتاژ نیست. و در همین نوار فرشته هایی که مقصد بالو پر زده دشمن رو تاب میخوردن ناگهان به کامera افتاده است و گریه این زن را دیدید. شاید بسیاری شما سوال کنید که نوار پورای این ویدیو را از کجا تماشا کنیم. نوار پورا را میتوانید در تلگرام کانال ما که سیلکه کانال ما در کامنتاری از ذکر پیت کرده می شود تماشا کنید. بعدا کسایی که به خاطر رکلام ما رو دشنام میکنید، از همه شما التماس همین است که دشنام های شما برای ما انشاءالله رحمان نمیرسد. البته او انسان هایی که دشنام میکنه حقارت میکنه از عقل قرضدار هستند و بیکار هستند. انسانی که با عقل است، با فهم است، فهمشش خیلی خوب است، در این نوارهای ما دشنام نمیکنه. البته خودتان میدونید که ما کیها را در نظر داریم. او کسایی که از پدر و مادر البته شیر آدم خوردگی هستند و پدر و مادر آنها خوب تربیت کردن، البته هرچند گناه آنها را هم بیند دشنام نکرده، بلکه در حقش دعای خیر میکند تا که اگر اهل هدایت باشد خداوند هدایتشان کند. بعدا امروزها در سامانه های اجتماعی وقتی داخل سامانه های اجتماعی میگردیم بسیار حالت ها را میبینیم. ما چند نوارها گذاشتیم، باز هم دشنام، ولی حج عمره یعنی حج است که این فرضی نیست. در این حالت همه رفته میتواند. اون انسان هایی که ما رسمشان را گذاشتیم شما دیدید، اون انسان هایی که هزار نمود کسمت کردن و دخترهایی که مانند مردها احرام خود را بر کردن، یعنی که دست خود را از احرام بیرون کردن، نوارها کردن. فراموش نکنید که امروز چی بسیار است. سامانه های اجتماعی و همچنین تیک تاک و اینستاگرام آنها مشهورند و خیلی مخلص زیاد دارند، خود را نوار میکنند میمونند. او کسایی که میگویند که در کعبه پاسبان هست نمیگذارد، نه، این حال دیگر او وقت ها نیست، او وقت ها گذشت رفت. این حال حج عمره هست، هر کسی میتواند. آنها مملکت یعنی عربستان سعودی از پشت آنها پول کار کرده ایستاده است و هر که هم میتواند در آنجا با نکلید کرد دیگر با نقاب به همه حالت گشته میتوانند. همین قدر دعا میکنیم که خداوند آنها را هدایت کند. اگر به خاطر رکلام کردن، به خاطر خود را در همان نزد خانه کعبه الله مقصد نوار کردن باشد، این را خداوند دانا هست. ما از هیچ چیز با خبر نیستیم، زیرا که علم غیب تنها از خداوند است. خداوند نگهبان همه شما باشد و بر همه شما سلامتی و تنسیتی خانه آبادی خواهان هستم.